عزیر یکی از پیامبران بنی اسرائیل است. دین یهود را تجدید نمود و تورات را بعد از آن که در واقعه بخت و نصر پادشاه بابل و تسخیر بلاد یهود و ویران نمودن معبد و سوزاندن کتاب‌های ایشان و کلی از بین رفته بود، دوباره آن را به صورت کتابی و رشته تحریر درآورد. در قرآن به عنوان آیتی از آیات الهی درباره معاد راجع به مرگ 100 ساله شخصی و زنده شدن او بعد از 100 سال داستانی به صورت فشرده نقل شده است که در این ویدیو برای شما میگوییم. عزیر چون وارد باغ خود شد، دید درختها سبز و سایه آنها گسترده است و زمان برداشت میوه آنها نزدیک شده است. نغمه بلبلها گوش را می نوازد و پرندگان به طرب آمدند. عزیر ساعتی در این باغ بیاسود و از نسیم جان پرور آن بهره‌مند و از تماشای سبزه و چمن و تراوت یاس و یاسمن غرق در نشاط شد. آنگاه سبدی از انگور و سبد دیگری از انجیر و مقداری نان به همراه برداشت. سوار بر الاغ خود شد و راه منزل خیش را در پیش گرفت. عزیر در بازگشت خود غرق در اسرار آفرینش و عظمت موجودات بود و آنچنان در فکر فرو رفت که راهش را گم کرد. چند لحظه بعد خود را در میان ویرانه‌ای دید که از دهکده خرابی حکایت می‌کرد. پراکندگی خانه‌های ویران، سقف‌ها و دیوارهای فرو ریخته، وجود استخوان‌های پوسیده و اسکلت‌های متلاشی شده در سکوت مرگبار منظره وحشتناکی را ایجاد کرده. عزیر از الاغ خود پایین شد و سبدهای میوه را کنار خود گذاشت و حیوان خود را بست و به دیوار خرابه‌ای تکیه داد تا خستگی خود را برطرف سازد و نیروی جسم و فکر خود را باز یابد. سکوت مطلق و نسیم ملایم فکر عزیر را آزاد ساخت تا درباره مردگان و وضع رستاخیز ایشان بیاندیشد. عزیر با خود فکر می‌کرد که این بدنهای متلاشی شده که طعمه خاک گشتند و ابرهای فراوان بر آنها باریده و جریان سیل آنها را به هر سو رانده، چگونه در روز قیامت بار دیگر زنده می‌شوند. با ادامه این تفکر و تأمل کم کم چشمهای عزیر گرم شد و پلک‌هایش به آرامی روی هم آمد. عضلاتش سست گشت و در خواب عمیقی فرو رفت، آنچنان که گویا به مردگان ملحق شده است. صد سال تمام گذشت. کودکان پیر شدند و عمر پیران پایان یافت. نسل‌ها تغییر کردند، قصرها عوض شدند. ولی عزیر هنوز به صورت جسدی بیروح در خواب بود. استخوان‌های او پراکنده و اعضای بدنش از هم گسیخته، تا اینکه خداوند اراده کرد برای مردمی که در موضوع قیامت حیران و از درک آن عاجزند و در بیان آن اختلاف دارند، حقیقت را به نحوی آشکار سازد تا آن را با چشم ببینند و با لمس احساس کنند تا به آن یقین پیدا کنند. خداوند استخوان‌های عزیر را فراهم و آنها را مرتب ساخت و از روح خود در آن دمید. ناگهان عزیر با بدنی کامل و نیرومند از جای برخاست و روی پای خود ایستاد. عزیر با خود اندیشید که از خوابی سنگین بیدار شده است. سپس به جستجوی الاغ خود پرداخت و به دنبال آب و غذا روان شد. فرشته‌ای به سوی او آمد و گفت: فکر می‌کنی چقدر در خواب بوده‌ای؟ عزیر بدون دقت و تفکر در اوضاع گفت: 1 روز یا کمتر از آن خوابیدم. فرشته گفت: تو 100 سال است که مانند این اجساد در این زمین بوده‌ای. بارانهای نرم و رگبارهای شدید بر بدنت باریده و بادهای بسیار بر تو وزیده. ولی با گذشت این سالهای طولانی و حوادث مختلف میبینی که خوراکت سالم مانده و آب آشامیدنی تو تغییری نکرده است. ای عزیر، نگاهی به استخوان‌های پراکنده الاغ خیش بینداز. میبینی که اعضایش از هم پاشیده شده و خدا به زودی به تو نشان خواهد داد که چگونه این استخوان‌های پراکنده جمع و زنده میشوند و روح در آن دمیده میشوند. اکنون شاهد این جریان باش تا به روز قیامت یقین پیدا کنی و بر ایمانت بر رستاخیز بیفزایی و خدا تو را آیتی از قدرت خود قرار داد تا شک و تردید بر رستاخیز را از ذهن مردم پاک کنی و بر اعتقاد آن بیفزایی و آنچه را از درک آن عاجز بودند بر ایشان شرح دهی.
عزیر دقت کرد، دید الاغ وی با تمام شرایط و علائم روی دست و پای خود ایستاد و آثار زندگی در آن هویدا شد. عزیر با مشاهده این منظره گفت: من می‌دانم که خدا بر هر چیزی قادر است. صد سال فرا. عزیر بر حیوان خود سوار شد و به جستجوی راه منزل خیش پرداخت. در راه متوجه شد که اوضاع مسیر و خانه ها تغییر کرده و تصویر گذشته فقط به صورت رویایی در ذهن او وجود دارد. با دقت در مسیر و تداعی خاطرات بالاخره به خانه خود رسید. بر درب خانه پیرزنی را دید با کمر خمیده و اندامی لاغر که گذشت ایام پوست بدنش را چروکیده و بینایی چشمانش را فرو کاسته است. ولی با این حال در برابر مصائب دوران و جریان ماه و سال هنوز رمقی در بدن دارد. این پیرزن مادر عزیر است که عزیر او را در ایام جوانی و بهار زندگی رها کرده و رفته است. عزیر از پیرزن پرسید: آیا این خانه منزل عزیر است؟ پیرزن گفت: آری، این منزل عزیر است. و به دنبال این سخن صدای گریه او بلند شد و اشکش روان شد و گفت: عزیر رفت و مردم او را فراموش کردند و سالیان متمادی است که غیر از تو نام عزیر را از کسی نشنیدم. عزیر گفت: من عزیرم. خدا 100 سال مرا از این جهان به وادی مردگان برد و اکنون بار دیگر مرا به صحنه وجود آورده و زنده نموده است. پیرزن از گفته عزیر مضطرب شد و در اولین برخورد ادعای عزیر را منکر شد. سپس گفت: عزیر مرد صالح و شایسته‌ای بود و دعای او همواره مستجاب می‌شد. هر چیزی را که از خدا می‌خواست حاجتش برآورده می‌شد. برای هر بیماری واسطه می‌شد، شفا می‌گرفت. اگر تو عزیر هستی از خدا بخواه بدن من سالم و چشم من بینا گردد. عزیر دعا کرد و ناگهان مادر او بینایی و سلامت و شادابی خود را باز یافت. مادر به همسالان وی که روزگار استخوانشان را فرسوده و جوانی آنان را گرفته بود اطلاع داد و گفت: عزیری را که 100 سال پیش از دست داده اید خدا بار دیگر او را به ما بازگردانده است. وی به همان صورت و سن و سال جوانی نزد ما بازگشته است. عزیر همان مرد نیرومند با بدن سالم و قوی نزد بستگان خود حاضر شد، ولی اقوام عزیر او را نشناختند و منکر وی شدند و ادعای او را دروغی بزرگ شمردند و در صدد آزمایش او برآمدند. یکی از فرزندان عزیر گفت: پدر من خالی در کتف خود داشت و با این نشان شناخته میشد و به این صفت معروف بود. بنی اسرائیل شانه او را باز کردند، دیدند خال هنوز باقی است و با همان اوصافی که به خاطر داشتند و یا شنیده بودند تطبیق میکنند. بنی اسرائیل تصمیم گرفتند که برای اطمینان قلبی و رفع هر گونه شک و تردید او را مورد آزمایش دیگری قرار دهند. لذا بزرگترشان گفت: ما شنیده ایم زمانی که بخت النصر به بیت المقدس حمله کرد و تورات را سوزاند فقط افراد انگشت شماری و از آن جمله عزیر تورات را از حفظ بودند. اگر تو عزیری آنچه از تورات محفوظ داری برای ما بخوان. عزیر تورات را بدون هر گونه تغییر و انحراف و کم و زیاد از حفظ خواند. در این موقع بود که بنی اسرائیل ادعای او را تصدیق و تکریم کردند و با او پیمان بستند و به وی تبریک گفتند، ولی گروهی از بنی اسرائیل که در نهایت بدبختی بودند با این وجود ایمان به حق نیاوردند، بلکه به کفر خود افزودند و گفتند عزیر پسر خداست.